گوهی علمی باستانشناسی تاجیک در سطح منطقه و جهان کوشش و تلاش ها نماییم و دستاوردهای خود را با هم دایره علمی سطح جهانی و هم دایره مثلا علمی عمومی تلقین و پیشنهاد نماییم. گورخانه رقم 3 در موسم باستانشناسی 2025 گورخانه رقم 3 پورا تحقیق گردیده اندازه دقیقی آن معین کرده شده ساختار آن پورا آموخته شد. گورخانه رقم 3 در مسافه 7 از 3 متر شمالتر از گورخانه رقم 1 جایگیر بوده. ساختار آن با ساختار گورخانه 1 با کم فرقیت اندازه و سطح شباهت دارد. سطح فرشی آن از گورخانه رقم 1 در عمق 6 متر از سطح دامنه خط بریش یادگاری جایگیر است. گورخانه در خط جنوب و شرق 1.5-1.8 متر پهنایی داشته، در خط شرق و غرب 4.9 متر درازی دارد. بلندی باقی مانده رواق آن از سطح فرش 2.5 متر را تشکیل می‌دهد. در دیوارهای آن 9 عدد طاقچه ها به کار گرفته شدند که برای نگاه داشتن استخواندان یا استخوان پیش بینی شده بودند. بس همون کشفیاتی که در زمان استقلال در این منطقه‌ای که در بالا ذکر کردیم واحه فراب مورد عمل تطبیق شده ایستاده است. این هم یکی از دستاوردهای شایسته زمان استقلال است و باید این رو هم یادآور شد که تحقیقات ما، یعنی تحقیقات باستانشناسی که در تپه فراب گذرانیده شد، این تحقیقات در اساس توجه رهبریت اکادمی ملی علم ها و دستگیری برنامه کلخندلر عاید به آموزش آسیای مرکزی و توجه رهبریت انستیتوت تاریخ مورد عمل تطبیق شد که این هم یکی از دستاوردهای هم انستیتوت هم متخصصان سطح ملی است و اون بازیافتا آن نتیجه هایی که در نتیجه حفریات به دست آمدن امروز به آثارخانه ملی باستانی تاجیکستان انتقال داده شدند و رسما طریق سند سپرده شدند و مانعیت داریم که یک نمایشگاه نیز برای دایر به مهمترین کشفیات های زمان استقلالیت تشکیل نماییم و اینچنین باید ابراز داشت که در کار تحقیقات متخصصان آثارخانه، ترمیمگران، مثلا بخصوص ترمیمگر آثارخانه رحمانوف منوچهر، خادم علمی آثارخانه عصام‌الدین زاده سعیدشاه و نماینده اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی از پایگاه باستانشناسی سرعزم نامزد علم‌های تاریخ شرف فیض‌الله قربانوف و اینچنین شریپوف مهراب و برهانوف غفور سهم دارند که باید این را هم ابراز داره. نتیجه های به دست آمده شهادت واضحی از موجودیت سنت های دفن مذهبی اهالی کوهستان سوغ در عصرهای 5-8 میلادی می باشند. آموزش این یادگاری معلومات مهم را درباره جنبه های اجتماعی، فرهنگی و دینی جمعیت های سوغد قدیم فراهم آورده امکانیت می دهد که شبکه رابطه های اقتصادی و فرهنگی آنها با منطقه های همسایه روشن‌تر ارزیابی شود. حفریات گذرانده شده بار دیگر اهمیت علمی و فرهنگی یادگاری تپه فراب را تصدیق نموده زمینه با اعتماد علمی برای تحقیقات من بعده فراهم آورد. به دست آوردن معلومات مشخص درباره مراسم های دفن، ساختارهای گورخانه ها و استفاده آنها در محیط کوهستانی سوغ در برابر معین ساختن مناسبت های احتمالی این موضوع با دیگر منطقه های فرهنگی به طور نظره سهم در رشد علم باستانشناسی و تاریخ شناسی خواهد گذاشت.